سلام دوستان، به درس نوبتی زبان روسی خوش آمدید. در این درس درباره حالت مالکی یا родительный падеж در اسمهای زبان روسی صحبت میکنیم. حالت مالکی اسمهای یا родительный падеж существительных در زبان روسی معنای مالکیت را دارد و به همین خاطر هم اکثر وقت با کلمه هایی که معنایشان به مالکیت یا صاحب بودن یعنی داشتن یا نداشتن چیزی نزدیکند استفاده می شود. اسم در این حالت بر سوال های کوا و چیوا یعنی کی و چی جواب می دهد. توجه کنید که کاگا می نویسیم اما کوا تلفظ می کنیم و چگو می نویسیم ولی چیوا تلفظ می کنیم. کوا برای انسان ها و حیوان ها و چیوا برای اشیا استفاده می شود. حالا چند عباره را برای اینکه درست‌تر بفهمیم این موضوع را با هم می بینیم. اینجا ببینید من نوشتم خطای برادر که به زبان روسی می شود اشیبکا براتا. خطا اشیبکا و برادر برات می شود. و اینجا ببینید که من کلمه برات رو علاهیده نوشتم و به خاطر اینکه کلمه اشیبکا و برات با هم پیوست شوند، برات در این حالت در آخرش چی میگیرد؟ یک پایانه ا یا اکنچنی ا میگیرد. و اینجا خطای کی؟ خطای برادر. اشیبکا کوا؟ اشیبکا براتا ترجمهش می شود. و یا برگی درخت که ترجمهش می شود لیست دیروا. اینجا کلمه دیروا رو علاهیده من نوشتم که معناش درخت است و به خاطری که با لیست کلمه دیروا پیوست شود چی؟ در آخرش دیروا آیش می افتد و به جای آ چی می گیرد؟ ا. لیست دیروا. لیست چیوا یعنی برگی چی که نشون میدهد که صاحبش چی است؟ برگ رو درخت است. دیروا. برگی چی؟ برگی درخت. صاحبش چیست؟ صاحب برگ درخت است. یعنی مناسبت های مالکیت رو نشون میدهد در اینجا. یا که عباره دیگر رو میبینیم مرکزی شهر. مرکزی چی؟ مرکزی شهر. یعنی شهر صاحب همین مرکز است که به زبان روسی می شود центр города. центр чего؟ центр города. به خاطر که центр با گورد پیوست شود در آخر گورد باید چی بمونیم؟ یک پایانه ا یا اکنچنی ا به زبان روسی بمانیم. یا چیز دیگر رو میبینیم. عباره دیگر رو دسته تیرزه. دسته چی؟ دسته تیرزه. تیرزه نسبت به دسته چی است؟ صاحبش است، مالکش است. به زبان روسی می شود روچکا اوکنا. خب اینجا ما کلمه اکنا رو علاهیده آوردیم، اما وقتی که با روچکا یعنی با دسته پیوست می شود کلمه اکنا در آخرش چی می گیرد؟ ا می گیرد. آش می افتد. انا همین کلمه ها در این عباره ها در کلمه اشیبکا براتا کلمه برات در شکل родительный падеж آمده است که ببینید برای در شکل родительный падеж آمدن باید در آخرش یک تا ا بگیرد. یا عباره لیست دیروا که این هم کلمه دیروا به خاطری که در شکل родительный падеж بیاید آش می افتد و به جای آ چی؟ ا می گیرد. یا центр города که اینجا هم کلمه گورد در شکل родительный падеж یا حالت مالکی آمده است و به خاطری که در این شکل بیاید باید در آخرش ا بگیرد اینجا. یا این روچکا اکنا که گفتیم ترجمهش دسته تیرزه می شود.
این هم کلمه اکنو در شکل ردیتلنی پدیش اومده است و به خاطر اینکه در شکل پدیش ردیتلنی بیاید باید آش بیافتد و به جای آن ا گذاشته شود. این بود برای اینکه اندک شما بفهمید که ردیتلنی پدیش یعنی چی. و حالا باید بگویم که اسمهای جنسیت های مردانه، زنانه و خونسا وقتی که در شکل ردیتلنی پدیش می آیند پایانه یا اکنچنی های مختلف می گیرند. شروع میکنیم از اسمهای جنسیتی مردانه. اسمهای جنسیتی مردانه که با همصدا تمام می شوند در شکل ردیتلنی پدیش در آخرشون ا می گیرند. یعنی این کلمه ها پایانه یا به زبان روسی بگوییم اکنچنی ا می گیرند. اینجا در این جدول چند کلمه جنسیتی مردانه رو که با همصدا تمام میشن در شکل ردیتلنی پدیش با هم میبینیم. اینجا من کلمه ها رو در جدول در ستون اول در شکل ایمینیتلنی پدیش آوردم که گفتیم این شکل ایمینیتلنی پدیش کلمه ها نام اصلی کلمه ها است. در ستون دوم این کلمه ها را در شکل ردیتلنی پدیش آوردم و در ستون سوم معنای این کلمه ها آورده شده است. همون گونه که در اینجا میبینید در آخر همه این کلمه ها در آخر چی؟ پایانه ا آمده است که من با رنگ سرخ برای شما اشاره کردم اون را. مثلا دروگ در شکل ایمینیتلنی است، در شکل ردیتلنی میشه دروگا و معنایش دوست است. سکلادا میشود در ردیتلنی پدیش معنایش انبار است. فکلادا میشود که معنایش سهم و پرداخت است. دخودا میشود که معنایش درآمد است. سنیگ میشود سنیگا که معنایش برف است. تاور میشود تاوارا که معنایش مال یا کالا است. کولک میشود کولاکا که معنایش مشت است و وراچ میشود وراچا که معنایش طبیب و پزشک است. با این دو کلمه اخیر توجه کنید که در این دو کلمه اخیر جای زده تغییر میکند. یعنی زده میرود و بالای همون حرف پایان میافتد. نمیگیم که کولاکا، ما میگیم کولاکا، یا که نمیگیم که وراچا، ما میگیم که وراچا. یعنی جای زده در این دو کلمه آخر تغییر کرده است. در کلمه های بالا باشد تغییر نکرد. این موضوع رو هم اهمیت دهید که وقتی که شما کلمه ها رو از روی پدیش ها یا حالت ها تصریف میکنید، یعنی تغییر میتید شکلشون، موضوع تلفظ یعنی در کجا افتادن زده رو در اون کلمه ها همیشه موردی توجهتون داشته باشید و در یادتون بگیرید که اگر زده رو درست تلفظ نکنید و این معناست که اشتباه کرده اید.